الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله. مؤمنین ایمان بیارین، یعنی مؤمنینی که ادعا میکنین. این اصطلاح است، این اصطلاح استعمال میشه. از گویی اصطلاح قرآن نگفتیم اصطلاح شرعی است. این اصطلاح است، این اصطلاح استعمال میشه. همین ما نفهمیدیم، بخیال زبان ما را نمیفهمیم. این اصطلاح است، این اصطلاح استعمال میشه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ای مؤمنین خبردار ایمان بیارین به الله و رسولش، کتابی که نازل کرده و پیامبرش کتابی که نازل کرده است پیش از قرآن، تورات، انجیل. و من یکفر، هر کسی کافر شد بالله، به الله و ملائکه و کتابای آسمانی، رسول، انبیا، روز قیامت، فقط ضل، بدون شک گمراه شد، ضلالا بعیدا، به گمراهی بسیار دور از حق. در این آیت الله ای را بیان میکند که شهادی بر حق، شهادت بر حق، به عدالت استوار بودن مقتضیات ایمان است. قسمی که شما با شهادت استوار می باشین، باید به عقیده توحید هم قوی استوار باشین، دائم باشین و ثابت قدم باشین. ای مؤمنین خبردار، ایمان شما ای را تقاضا میکنه که آمینو بالله. اینجا سوال پیدا میشه که ایمان داریم، الله باز چرا میگه ایمان بیارین؟ اینجا خو یک بار ایمان داریم. جوابش چیست که اثبتوا، ثابت قدم باشین به ایمان. ثابت قدم بودن به ایمان یعنی آمینو، ثبات به ایمان، دائم باشین به ایمان به الله و رسولش، ایمان به وحدانیت الله و رسول.